گذشت، گذشته، درگذشت. این کلمه‌های ساده برای هر کدوم از ما یه دنیای متفاوتی رو به دوش میکشه. آیا واقعا تمام کارهایی که ما توی گذشته انجام میدیم توی گذشته باقی میمونه یا پا به پای ما جلو میاد؟ چیزی که گذشته رو باید توی گذشته ها رها کنیم یا منتظر باشیم که یک روزی بیاد و گردنمون رو توی دستاش فشار بده؟ به نظر من گردنهای زده شده ما یه روزی از دروازه بلند شهر تاریکمون آویزون میشن. گذشته ها گذشته. این جمله دروغی بیش نیست، چون همه ما تاوانی برای دادن داریم و گردنی برای زدن. خلاصه که همیشه پایان شب سیاه سپید نیست. توی پرونده امروز همه چیز برعکسه. پایان یک شب سپید سیاه شد. پنجشنبه 8 شهریور سال 1397 پلیس تهران خبر قتل یه زوج جوان رو درست شب عروسیشون اعلام میکنه. نازنین و بهزاد بعد از عروسی انگار آب شده بودن و رفته بودن توی زمین. اونا حتی بعد از چند روز جواب پیاما و تماسای کسی رو نمیدادن. اما با این حال خانواده هاشون و دوستاشون پیگیرشون نمیشن تا فضای خلوتی بهشون بدن برای راحت بودنشون و مزاحمشون نباشن. اما خانواده هاشون طاقت نمیارن و میرن جلوی درشون و هر چقدر زنگ میزنن بازم جواب نمیدن. اما با این حال اونا بد به دلشون راه نمیدن و با خودشون میگن شاید بیخبر رفته باشن ماه عسل. پدر نازنین از اولش هم مخالف ازدواج دخترش با بهزاد بود. دلیلش هم این بود که توی تحقیقات قبل از ازدواج پدر نازنین فهمیده بود که بهزاد با یه دختر دیگه قبلا رابطه طولانی مدت داشته و بهش قول ازدواج هم داده بود. اما بهزاد وقتی نازنین رو میبینه رابطه‌شو با اون دختر به هم میزنه و با نازنین وارد رابطه میشه. به خاطر همین پدر این دختر مخالف این ازدواج بود. اما بعد از اینکه بهزاد میره پیشش و دلیل کات کردنش رو بهش توضیح میده، پدر نازنین به خاطر خوشحالی دخترش هم که شده قبول میکنه، ولی یه شرط میذاره و میگه شما نباید با هم دیگه دوست باشید و باید ازدواج کنید. بهزاد هم این شرط رو قبول میکنه. یک روز بعد از شب عروسی وقتی هیچ کس از اون دو نفر خبر نداشت، پدر نازنین میره پیش پلیس و همه چیزو براشون تعریف میکنه. اون فکر میکرده که بهزاد دخترشو برده به یه جای دور یا اونو زندانی کرده. خلاصه که از اولش هم به بهزاد اعتمادی نداشت. پلیسا برای تحقیقات اولیه میرن پیش همسایه‌های نازنین و بهزاد، اما همسایه‌ها هم میگن ما اونا رو ندیدیم به جز یک نفر به اسم حمید. حمید به پلیسا گفتش که من اون شب داشتم توی بالکن خونم سیگار میکشیدم که اون دو نفر با ماشین عروس رفتن داخل پارکینگ ساختمونشون. اون شب سر و صدای خیلی زیادی از خونشون میومد. با خودم گفتم حتما جوونن و هیجان زیادی برای زندگی جدیدشون دارن. حتی همسرم هم بهم گفت این صداها خیلی غیر عادیه. اما من بهشون گفتم حتما دارن شادی میکنن و ما نباید مزاحمشون بشیم. بعد از اونم دیگه ندیدمشون. چند روزی بود که بوی بدی توی ساختمون پیچیده بود، اما همسایه ها فکر میکردن بوی شیرابه زباله هاست. اما هر روز بیشتر یه بوی تعفنی شبیه گوشت گندیده و بادوم تلخ توی ساختمون بیشتر میشد. همون موقع بود که پلیسا و خانواده‌شون وارد ساختمون شدن و توی پارکینگ ماشین عروس رو دیدن. با این اتفاق پلیس شکش به فرضیه قتل بیشتر شد. همسایه هم اون تایم جمع شده بودن و میخواستن که مشکل بوی بد ساختمون رو حل کنن. اونقدر بوی بدی میومد که دیگه نمیشد اونجا زندگی کرد. اونا داشتن با هم صحبت میکردن که یکی از همسایه ها گفت من قبلا توی پزشکی قانونی کار میکردم و این بو رو خیلی خوب میشناسم. این بوی زباله نیستش، این بوی یه جسده که چند روزی ازش میگذره. وقتی پلیس متوجه این موضوع شد، اون دوتا اتفاق یعنی ماشین عروسی که داخل پارکینگه و بوی بدی که توی ساختمون پیچیده رو به همدیگه ربط میده و با دستور قضایی وارد خونه این زوج میشن. مامورا به محض اینکه وارد خونه میشن یه بوی تعفن شدیدی میزنه توی صورتشون و همونجا متوجه میشن که این بو برای جنازه نازنین و بهزاده. از همون اولش هم پلیسا نشونه‌های ورود زوری به خونه رو مثل شکستگی دستگیره قفل در و به هم ریختگی عجیب کل خونه و باز بودن در گاف صندوق رو میبینن. مامورا وقتی وارد اتاق میشن
جسد بهزاد و در حالی که دست و پاهاش بسته شده بود و شکم و کمرش با چاقو پاره شده بود و پیدا میکنن. جسد نازنینم کنارش افتاده بود. لباس عروس توی تنش پاره شده بود و یه چاقو زده بودن وسط قفسه سینه‌ش و کل پایین تنش کبود بودش. پلیس سریع تحقیقات خودش رو شروع میکنه و به این نتیجه میرسه که این کار یه نفر نمیتونه باشه و حتما 2 نفر بودن یا بیشتر. اولش پلیس دلیل این اتفاق رو سرقت اعلام میکنه. پزشکی قانونی هم دلیل قتل بهزاد و ضربات چاقو و خونریزی اعلام میکنه. اما بعد از بررسی جسد نازنین دلیل قتلش رو تجاوز جنسی وحشیانه و ایست قلبی اعلام میکنن. تجاوز جنسی به این دختر انقدر وحشیانه بوده که دنده ها و لگنش شکسته بود. اما با این حال اون نامردا یه چاقو هم زده بودن وسط قفسه سینه‌اش. چیزی که این پرونده رو دردناکتر میکنه طبق گفته‌های پزشکی قانونی دقیقاً 5 شنبه 8 شهریور یعنی شب عروسیشون این اتفاق واسهشون افتاده. پلیس تحقیقاتشو از همسایه ها دوباره شروع میکنه و یکی از همسایه ها میگه اون شب وقتی من و زنم داشتیم از خونه مادر زنم برمیگشتیم اون 2 نفر جلوی در دیدیم که از در اومدن بیرون و سری سوار موتور شدن و رفتن، اما چون تاریک بود چهرهشون رو ندیدیم. پلیس هم دوربینای محله و ساختمونا رو بررسی میکنه، اما اونا هم متوجه چیزی نمیشن چون هم چهرهشون هم پلاک موتورشون رو پوشونده بودن. بالاخره پلیس با بررسی‌های بیشتر به این نکته مهم میرسه که اگر اونا نیتشون دزدی بوده چرا بین اون همه خونه گرون قیمت و ثروتمند تو اون محله دقیقاً خونه ای رو انتخاب کردن که از شانسشون کلی کادوی ازدواج و پول اونجا بوده. نکته بعدی که پلیس بهش رسید اینه که اگر اونا میخواستن دزدی کنن باید سریع این کار رو انجام میدادن، اما طبق شواهد مدارک صحنه جرم اونا بیشتر از 2 ساعت تو اون خونه مونده بودن. تو قدم بعدی مامورا سوابق مکالمات نازنین و بهزاد رو بررسی میکنن تا ببینن اونا با چه کسایی در ارتباط بودن. مامورا یه شماره ناشناس پیدا میکنن که بهزاد 1 هفته قبل از ازدواج با اون طولانی مدت در ارتباط بوده. اون شماره متعلق به یه دختر به اسم ساغر بود. حالا ساغر کیه؟ ساغر دوست دختر قبلی بهزاده. مامورا وقتی پیام‌های این 2 نفر رو میخونن متوجه میشن که ساغر بهزاد رو به خاطر اینکه میخواسته با نازنین ازدواج کنه رو تهدید به مرگ کرده. حالا پلیس اولین متهم خودش رو پیدا کرد. اونا ساغر رو به کلانتری احضار میکنن، اما این دختر احضاریه رو نادیده میگیره و نمیره. پلیس ها همونو زیر نظر میگیرن و زمانی که داشته میرفته مغازه دوستش همونجا دستگیرش میکنن. ساغر توی بازجویی‌های اولیه حتی انکار میکرده که بهزاد رو میشناسه. زمانی که پلیسا مدارک‌ها و پیامایی که بیش از 2000 صفحه چت بود رو بهش نشون میدن اون مجبور میشه که اعتراف کنه. ساغر توی صحبتاش گفت حدود 2 سال با بهزاد توی رابطه بودم و خیلی صمیمی بودیم. از همون اولش بهزاد همش حرف خواستگاری و ازدواج میزد، اما من بهش گفتم باید همدیگه رو بیشتر بشناسیم. ما تقریبا هر روز پیش هم بودیم و رابطمون خیلی جدی بود، اما من چیزی به خانوادم نگفته بودم چون برادرم خیلی آدم سختگیر و غیرتیه. بهزاد تو این مدت هر وقت که دلش میخواست با من رابطه جنسی برقرار میکرد و ازم سوء استفاده میکرد. بعدش هم بهم قول ازدواج میداد، تا اینکه سر و کله این دختر نازنین پیدا شد و بهزاد رفت سراغ اون و منو مثل تیکه زباله انداختش دور و همه چیزو به هم زد. هر وقتم بهش میگفتم چرا این کارو میکنی و زیر قولات زدی، اون به بهونه‌های مختلف منو میکشوند بیرون از خونه و باز ازم سوء استفاده میکرد و میرفت. وقتی خبر ازدواجشون رو شنیدم همه چیزو به برادرم سهراب گفتم و ازش خواستم که انتقام منو از بهزاد بگیره. اونم با عصبانیت آدرس بهزاد ازم گرفت و رفت. بعد از بازجویی از ساغر مامورین پلیس بهزاد رو دستگیر میکنن و برای بازجویی به اداره میارن، اما اون حتی 1 کلمه هم حرف نمیزنه و بعد از فشارها و سختی‌هایی که مامورین پلیس بهش میارن اعتراف میکنه.
سهراب به مامورای پلیس گفتش که وقتی ماجرا رو شنیدم خونم به جوش اومد و گفتم که هر طور شده باید انتقام خواهرم رو ازش بگیرم. این موضوع رو به یکی از دوستای صمیمیم به اسم فرهاد گفتم و اونم بهم گفت میدونم چی کارش کنم، فقط به حرف من گوش کن. بعدش هم با نقشه فرهاد توی محلشون کمین کردیم و وقتی اومدن خونه صبر کردیم که محله خلوت شه تا وارد ساختمون بشیم. وقتی داشتیم در خونشون رو باز میکردیم بهزاد به خاطر سر و صدا اومد بیرون و منم با یه چاقو 2 بار زدم توی شکمش. بعدش هم دست و پاهاشو دهنشو با یه چسب 5 سانتی بستیم که سر صدا نکنه. وقتی نازنین ما رو دید شروع کرد به جیغ و داد کردن و کمک خواستن، اما تهدیدش کردیم که اگر سر صدا بکنه بهزادو میکشیم و اونم ساکت شد. هدف من این بود که فقط از بهزاد یه زهر چشم بگیریم، اما اونجا بود که فهمیدم فرهاد میخواد به نازنین دست درازی بکنه. اولش من نذاشتم و بهش گفتم این کار ته نامردیه، اما اون با عصبانیت بهم گفتش مگه تو غیرت نداری؟ مگه ندیدی بهزاد هر کاری که با خواهر دوستاش انجام داده؟ اگه نمیخوای تو این کار رو انجام بدی تو کار من دخالت نکن. منم چون خیلی ناراحت و عصبی بودم راضی شدم و قبول کردم. بعدش از اتاق رفتم بیرون و شروع کردم به گشتن خونه تا وسایلای قیمتیشون رو بدزدیم و پلیس فکر کنه هدف ما سرقته. داشتم میگشتم که کادوهای عروسیشون رو دیدم و برداشتم و رفتم سراغ گاف صندوق و درشو باز کردم. از اتاق صداهای وحشتناکی می اومد، اما من حواس خودم رو پرت می کردم تا اینکه یهو صدا قطع شد. تعجب کردم و وارد اتاق شدم. دیدم بهزاد دستشو تقریبا باز کرده و با اینکه خونریزی داشت فرهادو خفه می کرد. منم سریع رفتم و با یه چاقو چند باری زدم توی کمر بهزاد. وقتی بهزادو بلند کردم تا فرهادو نجات بدم تازه فهمیدم فرهاد چه بلایی سر اون دختره آورده. اون انقدر وحشیانه بهش تجاوز کرده بود که دنده ها و لگنش شکسته بود و معلوم بود که چند دقیقه‌ای هست مرده. اما با این حال فرهاد یه چاقو زده بود وسط سینه‌ش و داشت به کارش ادامه میداد. بعد از اعترافات سهراب مامورین پلیس فرهادو دستگیر میکنن و فرهاد خیلی راحت همه چیزو اعتراف میکنه. در نهایت پلیس این 2 نفر رو به جرم قتل عمد میندازه زندان و بعد از مدتی دادگاه این 2 نفر تشکیل میشه و قاضی پرونده حکم اعدام براشون میبره که در نهایت این 2 نفر قصاص میشن. چیزی که باعث شده این پرونده توی زبونا بیفته و همه راجبش صحبت کنن ساخت سریال گردنزنیه که به جزئیات این پرونده جنایی پرداخته. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. حتما نظرتون رو راجع به این پرونده وحشتناک داخل کامنت ها برام بنویسید و برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و چنل رو ساب کنید. تا ویدیوی بعد، فعلا رفقا.